برای روزگیران آتش دوزخ حرام است. سپاس و ستایش خداوند مهربان را که باز ما را به استقبال ماه مبارک رمضان مشرف گردانید. خوشا به عاشقان جمال خداوند که با آمدن این ماه شریف بوی وصال به دماغشان می رسد و با یک شور و هیجان خاص او را پیشواز می گیرند. ماه رمضان ماه است که در آن قرآن فرود آمده است و در آن شب است که طاعتش به عبادت 1000 ماه برابر است. چنانچه حق تعالی در سوره بقره آیت 185 می فرماید: رمضان ماه است که در آن قرآن فرستاده شده است تا که برای مردم راهنما، نشانه های هدایت و جدا سازنده حق از باطل باشد. پس کسی که از شمایان این ماه را دریافت باید روزه بگیرد. اگر کسی بیمار یا در سفر باشد پس عده روزه را در ایام دیگر ادا نماید. خداوند با شمایان آسانی را می خواهد و خواهانی دشواری نیست. طوری از این آیت برمی آید خداوند برای افزودن برکات ماه رمضان روزه آن را به مؤمنان فرض گردانیده است. ماه رمضان برای مردم مسلمان سلطان دیگر ماه ها محسوب می یابد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در یک حدیث مبارک خود فرمودند: اگر امتان من فضیلت های ماه رمضان را پوره می دانستند آرزو می کردند که تمام سال ماه رمضان باشد. به امر خداوند در این ماه مبارک درهای بهشت گشاده شده، درهای دوزخ بسته می شوند و شیطان ها زنجیربند می شوند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در فضیلت این ماه چنین گفتند: رمضان این ماه پربرکت به شمایان فرا رسید، ماهی که خداوند شما را در زیر پوشش نوازش های خود قرار می دهد. رحمتش را به شما فرو می ریزد و دعایتان را اجابت می نماید و اعمال نیک و رقابت های خیر شما در این ماه نظر می افکند و با شمایان در میان فرشتگان که آفریده اویند افتخار می نماید. پس شمایان از خود خیر و نیکی را به خداوند نشان دهید. بدبخت حتما همان کسی است که در این ماه از رحمت خداوند عز و جل محروم گردد. مردم مسلمان همه سال خیلی بر وقت به آمدن رمضان آمادگی می بینند و از علما کی فرا رسیدن این ماه را پرسان می شوند، زیرا دعاهای این ماه مستجاب بوده کارهای ثوابی آن حتی از 700 برابر زیادتر اجر داده می شود. چنانچه در یک حدیث قدسی آمده است: هر عمل نیکی که فرزند آدم انجام می دهد از 10 نیکی تا 700 برابر زیاد کرده می شود و این روزه برای من یعنی خداوند است و پاداش آن را من خواهم داد، چون که روزه‌دار شهوت و طعامش را از برای من ترک نموده است. همچنین در حدیث دیگری پیامبر صلی الله علیه و سلم تاکید شده است: کسی ماه رمضان را از روی ایمان و به امید اجر و ثواب خداوند برپا دارد گناهان گذشته او بخشیده می شوند. سلمان فارسی رضی الله عنه نقل می کند که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در آخران روز ماه شعبان خطبه ایراد نمودند که مضمونش چنین است:
ای مردم، اینک ماهی بزرگ و مبارک در سر شمایان سایه افکنده است. ماهی که یک شب آن یعنی لیلة القدر از 1000 ماه بهتر می باشد. ماهی که خداوند روزش را فرض و قیام شبش را نفل گردانیده است. کسی در این ماه عمل نیکی را به جا آورد، ثوابش برابر آن است که فریضه را در دیگر ماه ها انجام داده باشد. کسی 3 فریضه را در آن به جا آورد برابر 70 فرض در ماه های دیگر است. رمضان ماه صبر است و مکافات صبر بهشت است. این ماه دستگیری است. ماه است که در رزق بنده مومن افزایش و برکت به وجود می آید. کسی روزدار را افطار دهد، آن باعث مغفرت گناهان و سبب آزادی او از آتش دوزخ می گردد و برابر آن روزدار به او اجر داده می شود، به آن که از ثواب آن روزدار چیزی کم شود. عده از صحابگان گفتند: ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، نه همه ما امکان افطاردهی داریم. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چنین پاسخ دادند: خداوند برای کسی که روزدار را با خرما یا با جرعه آب و یا شیر افطار دهد، این ثواب را عطا می کند. رمضان ماه است که 10 روز اول آن رحمت، میانه آن مغفرت و آخرش خلاصی از آتش است. کسی که به خدمتگار خود در این ماه سبوکی آورد، خداوند او را می آمرزد، گناهانش را می بخشد و از آتش آزادش می نماید. در این ماه 4 عمل را بیشتر کنید که با 2 تای آن پروردگارتان را خوشنود می سازد و 2 خصلت دیگرش برای خودتان ضروری می باشد. آن 2 خشتی که باعث خوشنودی پروردگارتان می شود، یکی گواهی دادن است بر این که هیچ خدای بجز الله یگانه وجود ندارد و دیگر از او مغفرت خواستن است. اما آن 2 خصلتی که برای خودتان ضروری می باشند، اول این که جنت را از خداوند بخواهید و دوم این که از آتش دوزخ به او پناه برید. هر کسی روزدار را آب دهد، خداوند او را از حوض شربت بنوشاند که تا وارد شدن به جنت دیگر تشنه نگردد. ماه رمضان برای عبادت، دعا و عملی شدن نیت‌های نیک بهترین فرصت به شمار می رود، چون که در حدیث نبوی ذکر شده است: دعای شخص روزدار هرگز رد کرده نمی شود. پروردگار به همه مایان بهره‌ور شدن از فضیلت‌های این ماه مبارک را نصیب و روزی گرداند.